اینجا جایی که داستان‌ها زنده میشن، جایی برای فکر کردن، الهام گرفتن و لمس لحظه ها. خوش اومدی به اینجا، دنیایی از معنا و تجربه. سلام به شما دوستان خوبم، خوش اومدیم به کانال اینجا جاییه که هر بار با هم میریم سراغ یک داستان تازه پر از اتفاقات هیجان انگیز. اگر آماده اید بریم سراغ داستان امروز. داستان آتوسا، بانوی سایه ها. آتوسا زنی بود که حدود 2500 سال پیش در دربار هخامنشی میزیست. در منابع یونانی به ویژه هرودوت اومده اون زنی باهوش، تأثیرگذار و بسیار مورد احترام بوده. آتوسا دختر کوروش بزرگ بود. بعد از مرگ کمبوجیه با داریوش ازدواج میکنه و این ازدواج برای داریوش اهمیت بالایی داشت، چون با پیوند با خاندان کوروش مشروعیت سلطنتش بیشتر میشد. آتوسا مادر خشایارشا نقش مهمی در انتقال قدرت به فرزندش هم داشت. اما داستان آتوسا. شب آرامی بود در کاخ شوش. فانوس‌ها در راهروهای سنگی می‌سوختند و رایحه بخور و گل سرخ در هوا پیچیده بود. داریوش شاهنشاه ایران در تالار ستوندارش نشسته بود و کاتبان در برابرش لوح‌های گلی را می‌نگاشتند. اما در پس این همه شکوه صدای دیگر در گوش او می‌پیچید. صدای زنی که به نرمی ولی با قاطعیت سخن می‌گفت. آتوسا، دختر کوروش بزرگ، همسر شاه و بانویی که کمتر در میان مردم دیده می‌شد. آرام وارد تالار شد. نگاهش نافذ بود، چنان که گویی از ورای دیوارها آینده را می‌دید. آتوسا نشست و گفت: ای داریوش، تو شاه سرزمین هایی هستی که خورشید بر آن غروب نمی کند. از سارد تا هند همه نام تو را می برند. اما بگذار چیزی بگویم. هر پادشاهی برای جاودان شدن نیازمند فتحی است که نسلها آن را به یاد آورند. تو زمینهای بسیاری داری، اما در غرب آن سوی دریا مردمی هستند که نامشان بسیار شنیده می شود. یونانیان. اگر آن سرزمین را به فرمان خود درآوری، فرزندانت تا همیشه بر تخت خواهند ماند و نامت جاودانه خواهد شد. داریوش سکوت کرد. شعله‌های مشعل بر چهره سنگی او بازی می کردند. کلماتی که از دهان آتوسا بیرون آمده بود همچون بذری در دل شاه کاشته شد. اندکی بعد آتوسا بیمار شد. بیماری او همه دربار را نگران ساخت. پزشکان پارسی از درمان ناتوان بودند تا اینکه یک اسیر یونانی به نام دموکدس او را درمان کرد و همین سرنوشت را رقم زد. داریوش بیش از پیش به یونان اندیشید. آتوسا با لبخندی آرام دوباره به داریوش گفت: اکنون می‌بینی حتی یک اسیر یونانی در کاخ تو را نیازمند کرده. اگر از چنین قومی در بند تو باشند، چرا همه آنان در بند تو نباشند؟ و از آن شب راهی که به جنگ‌های ایران و یونان انجامید آغاز شد. راهی که تاریخ را برای همیشه تغییر داد. آتوسا تنها یک ملکه نبود. او نقشی سیاسی، استراتژیک و حتی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی داشت. و این بود پایان ماجرای آتوسا. امیدوارم شنیدن این داستان براتون لذت بخش بوده باشه. تا دیداری دوباره و داستانی تازه، بدرود.